سلام، مستر دیزاین هستم و توی این آموزش از نرم افزار ادوبی XD میخوام بهتون یاد بدم چطوری کلیدی تعریف بکنید توی صفحه که با کلیک کردن روی اون کلیدها بین صفحه ها منتقل بشید. خب میرم به سراغ آموزش و من میام دو تا صفحه تعریف میکنم به عنوان پیج 1 و پیج 2. توی صفحه اول یک دایره رسم میکنم به این صورت و حالا توی جایی که میخوام قرارش میدم. توی پیج 2 هم حالا به عنوان مثال یک مثلث. برای اینکه رنگ اون رو تنظیم بکنیم از بخش سمت راست قسمت فیل میتونیم رنگ خود کلید یا اون آبجکت رو تعیین بکنیم به این صورت که میبینیم. خب من الان دو تا کلید گذاشتم، یکی مثلث برای صفحه 2، یکی دایره برای صفحه 1. از بخش بالا گزینه پروتوتایپ رو انتخاب میکنم و میام روی دایره کلیک میکنم، یه علامت فلش آبی رنگ کنارش میاد. با کلیک روی اون میتونم این حالت اتصالش بدم به پیج دوم به این صورت که میبینید و برای طرح مثلث هم همینطور. اگر روی فلش هم درگ بکنم به خارج میبینید که میتونم اتصالش بدم به صفحه 1. و زمانی که شما روی گزینه دسکتاپ پریویو از این قسمت کلیک میکنید سمت راست بالای نرم افزار، پریویو برنامه بهتون نشون داده میشه به این صورت و دقیقاً میتونید تست بکنید و خروجی خودتون رو ببینید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.